أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله در سوره احزاب در آیت 6 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض في كتاب الله من المؤمنین والمهاجرین إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله میگوید پیامبر از نفسهایتان ای مؤمنها بالا می ایستد. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم شما به خاطر پیامبر جان فدایی بکنید. وقتی که عمر رضی الله عنه گفتند که ای رسول خدا، تو برای من از همه چیز دوست داشته تر و محبوب تر هستی، مگرم که از نفسم محبوب تر نیستی. پیامبر گفتند ایمان تو کامل نمی شود تا زمانی که من برای تو از نفس دیده محبوب تر نباشم. سپس عمر ابن خطاب گفتند تو از نفسم نیز محبوب تر و دوست داشته تر هستی. سپس پیامبر گفتند اکنون ایمان تو کامل شد. الان یا عمر النبی اولی بالمؤمنین. باید مسلمان از ابروی پیامبر، از پیامبر دفاع بکند. چگونه که از پدری خودش دفاع میکند، وقتی که کسی پیامبر را تحقیر کرد باید دفاع بکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان مشفق مهربان بودند که میگفتند هر کسی که از امتم مال داشته باشد برای میراث خورش باقی مانید. اگر قرض داشته باشد من قرض او را میپردازم. وقتی که صحابگان میمردند قرض داشته باشند پیامبر میپرداختند. این زمانی بود که بیت المال مسلمانان پول و مال داشت. و ازواجه امهاتهم. و زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم همش مادر مؤمنان می باشد. بنابراین پس از مرگ پیامبر زنهای پیامبر را به ازدواج گرفتن این با اتفاق جایز نیست، زیرا حرمت احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد، هم در این دنیا و هم در آخرت. اما دخترهای پیامبر چه خیلی که عثمان رضی الله عنه دو دختری پیامبر را یکیش وقتی وفات کرد دویمش را گرفتند. اینچون علی رضی الله عنه فاطمه را به ازدواج گرفتند. ابوالعاص ابن ربیع زینب را گرفتند. همچنان یعنی جایز است که دخترهای پیامبر ازدواج کردن جایز است، اما زنهای پیامبر همچون مادر می باشد. و ازواجه امهاتهم. بنابراین هر کسی که زن پیامبر را تهمت بکرد او با اتفاق کافر است. کسی که عایشه مادرمان را تهمت به زنا کرد با اتفاق او مخالف قرآن است که قرآن گفته است عایشه پاک دامن است، با اتفاق کافر می شود، حکمش قتل می باشد. الله می گوید و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. شخصای خویش تبار از یکدیگر میراث میگیرند. در ابتدای اسلام شخصی میگفت از یکدیگرش دفاع میکرد میراث میگرفت. وقتی که به هجرت کردند پیامبر بین انصار و مهاجر برادری بستند، سپس از یکدیگر میراث میگرفتند. اما سپس این میراث گرفتن نسخ از بین رفت. سپس الله گفت که خویش تبار اولا هستند از یکدیگر میراث بگیرند. بنابر آیت میراث در سوره نساء آمده است یوصیکم الله فی اولادکم. الله میگوید و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. در کتاب قرآن در حکم الله اولا هستند که از یکدیگر میراث بگیرند. پدر از پسر، پسر از پدر، زن از شوهر، شوهر از زن. من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم. الله میگوید اما برای مهاجران، برای مؤمنان شما وصیت بکنید و آنها را یاری بکنید. فقط برای آنها یک چی باقی ماند که با آنها یاری بکنید، دوستی بکنید، نیکی بکنید. و وصیتی که
چهار مالتون رو وقتی که وصیت میکنید برای آنها وصیت بکنید، اما میراث برای خویشی تبار از یکدیگر گرفته می شود. کان ذلک فی الکتاب مستورا. الله میگوید که این در کتاب الله نوشته شده است. کتاب الله الکتاب میگویند که لوح المحفوظ، این کتاب تبدیل نمی‌یابد، که تقدیر بندگان را 50,000 سال پیش الله پیش از آفریدن آسمان و زمین کتابی تقدیر بندگان را در اون نوشته است، او تغییر نیابند. اما کتابی که در دستی ملائکه ها است کراما کاتبین، این تغییر مییابد. یمحو الله ما یشاء و یثبت. الله به فرشتگان میگوید که کسی از بندگانم خویش تبارش را رفته آمد میکند، رزقش را بسیار بکنید. این کتابی که در دست ملائکه ها است الله او را دیگر میکند. این بود تفسیر مختصر این آیات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.